روزی میرسه که به این سطح از آگاهی میرسیم که برای زیبا زیستن، برای رشد کردن و برای گسترش آگاهی رنج ضرورتی نداره. به این درک میرسیم که رنج مسیر آگاهی نیست، بلکه نشانه ناآگاهیه و کسی که به این شناخت رسیده باشه از رنج عبور میکنه. رنج تا زمانی ادامه داره که ما در خواب ذهنی موندیم، خوابی که فکر میکنیم من هستم که رنج میکشم، اما وقتی بیدار میشی به این حقیقت پی میبری که رنج تنها سایه ای از ناآگاهیه. بیداری یعنی دیدن حقیقت همونطور که هست، بدون قضاوت، بدون مقاومت. و اون لحظه است که دیگه رنج معنایی نداره، چون دیگه کسی نیستش که در برابر زندگی بجنگه. فقط بودن هست و آرامش.